اولش به عنوان یه مار اومد پیش مامانم، بعدش برای عذاب دادنش شکلای دیگه‌ای به خودش گرفت. اما مامان دختر کوچولوی خوبی بود، همیشه به حرف پدر و مادرش گوش میکرد و تو مسیرش باقی میموند. پس شیطان نمیتونست بیرون خونه بهش دست بزنه، چون اگه شیطان بهش دست بزنه باعث میشه کارای بدی بکنی. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، به افراد خوب و خالص پناه بده. ما همیشه تو را روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. مای موویز با افتخار تقدیم می‌کند. ساموئل، نولان، 10 دقیقه دیگه حرکته. نه دقیقه دیگه وقت داریم نولان. مامان به همون میگه فقط عشق درون ما هست، واسه همینم شیطان انقدر ما رو میخواد. اون میخواد این عشق رو نابود کنه، مجبورمون کنه بر علیه همدیگه بشیم، همدیگه رو بکشیم، همونطور که باعث شد مردم دنیا همدیگه رو بکشن. فقط لازمه بدون تناب یکی رو لمس کنه و اون موقع حتی خونه هم نمیتونه نجاتت بده.
بخورش. آفرین. دیشب قورباغه‌ها خیلی صداشون بلند بود. بهار داره میاد. آماده میشیم. روز خیلی خوبیه. به اون سگه غذا نده. ما تنها کسایی نیستیم که گرسنه‌ایم. و اینکه لازم نیست من به اندازه تو غذا بخورم. مامان امشب میتونیم بهش گوش کنیم؟ هنوز ماه جدید شکل از نگرفته. مامان پرسیدم. باید صبر کنیم. اگه صبر نکنیم چیز خاصی نیست. باید که گفتم. توپات جا باز میکنه. شیطان نمیتواند در اینجا مرا لمس کند. از صبح تا شب و سال به سال جنگل با محیط خطرناکش ما را امن و امان نگه می‌دارد. میبینیش؟ برو بگیرشون کدا. واسه اون یه خرگوش چاق و بزرگ بیار. همتون آماده این؟ هیچ وقت رها نکن. هیچ وقت رها نکن. بخش اول. طناب نقش عمر تو را دارد. مامان به همون گفته حتی قبل از اینکه شیطان همه رو تسخیر کنه دنیا جای بدی بوده. واسه همینم اون اومده. مردم درشون رو براش باز کردن، نمیدونستن که چیه. اما مادر بزرگ میدونست و پدر بزرگ تنها کسی بود که مادر بزرگ رو باور داشت. اون مرد خوبی بود و اینجا رو براش ساخت. یه خونه مقدس که شیطان نتونه واردش بشه. یه جا برای درست کردن یه خانواده، جای دور از تاریکی دنیا. زندگی خوبی بود. اما بعد از یه مدت مامان بزرگ حس می‌کرد یه چیزی تو جنگل در حال خزیدنه. یه چیز شیطانی که داره قوی تر میشه. اون دیگه نخواست از خونه بیرون بره. پس پدر بزرگ یه راه پیدا کرد که به پایه های خونه طناب وصل کنه تا مادر بزرگ بتونه بره بیرون.
کن. نولان داری چی کار میکنی؟ دارم یکم شلش میکنم این تخم مرغ رو بردارم. نکن. ممکنه تله باشه. میتونم برش دارم همونجاست. چاقوتو بده. نه، میذاریم مامان تصمیم بگیره. اون میتونه تنابو رو به هم دیگه ببنده. من نمیخواستم ول کنم برم. ما این همه را نیومدیم از گرسنگی بمیریم. چطوری میتونی انقدر از هر چیزی مطمئن باشی؟ بزرگترم. آره کلاً 3 دقیقه. اون منو بیشتر دید. چی؟ چی؟ چی گفتی؟ من چیزی نگفتم.
دستت ها؟ نه. به تو چی دستت؟ فکر نمی کنم مامان. به طناب بچسبین. چی میبینی؟ مامان اون چیه؟ چیزی نیست. نفس بکشین. نفس بکشین. فقط نفس بکشین. چیزی نیست عزیزم. هیچی نیست. نفس عمیق. روزانه هاتون بشینین. باید مطمئن بشم. به من نگاه نکنین. بچسبین به زمین. رو زمین. بگید. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، به افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما همیشه تو را روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. خیلی خوب، بلند شین. چی شد؟ من نمیخواستم اون کارو کنم. پام رفت رو تنه. عقل تو از دست دادی؟ چیزی نیست مامانون. یه ثانیه دیگه گذشته بود. برای هممون تموم بود. میفهمی؟ اون طناب عمر شما هست. متاسفم. نمیخوام متاسف باشی. فقط میخوام از عقلت استفاده کنی. میتونی تکونش بدی؟ فکر کنم شکسته. همینطور بیکار وای نستا. برای پاشی آتل بیار ببندمش. میدونم. آروم باش. این دفعه چه شکلی بود؟ شبیه مامانم بود. میخواد منو بترسونه، همونطور که سعی کرده بود مامانمو بترسونه. امروز فقط همینو داریم. سری نخورین. واقعا خوبه. قبلا شکرگزار این بودم که شیطان خودش رو به شما نشون نداده و بعدش فهمیدم که داشته چی کار میکرده. من هیچ وقت اینو بهتون نگفتم، اما یه بار به شکل یه دختر کوچولو اومد پیشم. برای کمک جیغ میزد. دقیقاً ته طنابم ایستاده بود. پاش توی چاله گیر کرده بود و جیغ و داد میزد. فریاد میزد.
کمک میخواست. من استخونش رو دیدم، زده بود بیرون. مجبور بودم به خودم بگم که واقعی نیست، اما تا چند روز جیغ و دادش ادامه پیدا کرد. پس هر روز صبح میرفتم بهش سر میزدم. میخواستم ببینم شیطان تسلیم شده یا نه، اما اون هنوز اونجا بود. پوستش آبی و توسی شده بود و بوی بدی میداد. برام سوال بود که چرا هنوز اون بیرونه. چرا؟ چون میخواست من برم به اون دختر سر بزنم. میخواست به خودم شک کنم تا از طناب جدا بشم. شیطان باهوشه و صبور، مثل ماری که توی جنگل دیدین میمونه. شیطان میتونه پوسته های زیادی داشته باشه و بزرگترین حقش اینه که با شما پسرا بازی کنه و وقتی زمان کافی بگذره فراموش میکنین که اون اونجا بوده. اون موقع گاردتون رو میارین پایین و بعد شما رو میگیره. یه لمس بدون داشتن طناب کافیه که یکی از ما رو تسخیر کنه و وارد خونه بشه. پس هیچ وقت رها نکنید، هیچ وقت. میفهمین چی میگم؟ هیچ وقت رها نمی کنیم. چقدر طول کشید؟ نزدیک 1 ساعت. انگار امشب بیشتر طول کشید. تصورش کردی؟ آره. دربارش بهمون بگو. تصور کردم همه رفتن. تو، سم، کدا و حتی خونه. تنها چیزی که مونده بود تاریکی بود. و بعدش چی؟ به تولدمون تو این خونه فکر کردم و اینکه چقدر هر روز ما رو در امان نگه می‌داره و حس کردم تاریکی داره دور میشه. دور و برتون نگاه کن. ببین چقدر خوششانسی. همه رویاهات به حقیقت تبدیل شدن. اینجا شیطان دستش بهت نمیرسه. ساموئل، نوبت توه. وقتش روحت پاک بشه. یادت باشه کامل ما رو از دست بده و بعد دوباره پیدامون کن. با عشقت اون پایین رو پر کن. به خونه یادآوری کن که چرا لیاقت محافظتشو داریم. میتونم تکون بخورم؟ نه. نولان تنم میخوره. بهت گفتم تکون نخور. فقط یه خارش کوچیکه. خیلی خوب. این باید کافی باشه. وای، اونا بال جغدن؟ آره. میتونم هر جا خواستم پرواز کنم و هر چیزی خواستی بخوری. روزی روزگاری پسری بود که میتونست پرواز کنه و تمام سنجابایی رو درخت‌ها رو شکار کنه. هی سم، بعد اینکه تنابت پاره شد متوجه چیزی شدی؟ مثلا چی؟ هر چیز عجیبی. اونو اولین باری بود که رها کردیم و هیچی عوض نشد. چون ما رو نگرفت. آره.
به نظرت اگه میگرفت مامان ما رو میکشت؟ همونطور که بابا رو کشت؟ همونطور که مامان بزرگ و بابا بزرگ رو کشت؟ شیطان اونا رو لمس کرده بود. اون داشت از همون محافظت میکرد. خودم میدونم. چته؟ هیچی. تا حالا شده بخوای مثل کدا آزاد باشی؟ بدون یه تناب که دور سینت باشه؟ ولی کدا یه سگه. شیطان به حیوونا اهمیتی نمیده. تا حالا خواستی چیزایی که اون میبینه رو ببینی؟ فقط یه بار. امروز احساس کردم نزدیکتر شدم. فقط ترسیده بودی. چرا داری این سوالا رو میپرسی؟ مامان هیچ وقت به همون دروغ نمیگه. اون منو بیشتر دوست داره. این حرفو قبل اینکه پامو بذارم رو تنابت شنیدم. من اینو نگفتم. به خاطر اتفاقی که افتاد منظوری نداشتم. خودم میدونم. ای خانه مقدس، از جنس چوب باستانی، خانه همسر فراری من. سلام عزیزم. چی شده؟ جون جون جون، این منم. چند وقت ندیدمت. واقعا دلم برا تنگ شده بود. به نظرت میتونم ببینمشون؟ درباره پدرشون چیزی نگفتی. متوجهم. چون اینطوری باید بهشون بگی واقعا کی هستی. درست میگم یا نه جون؟ من دیگه اون آدم نیستم. خودت میدونی عاشقش بودی. نقشت چیه؟ من میشناسمت. تو نقشه ای نداری. بهتره اونا رو بدی به من، یا شایدم ترجیح میدی از گرسنگی بمیرن. امروز خیلی نزدیک شدم. دیر یا زود تو کم میاری. وقتی این کارو کردی مجبورت میکنم بچه‌هاتو بخوری. جون جون، مراقب باش ریشه هاشو خراب نکنی. به نظرت بهتر میشه؟ گفتنش سخته.
زمستون حسابی برامون درد سر درست کرده. الان فقط میتونیم امیدوار باشیم. چیه؟ هیچی. اون ماره رو کمرت. گفتی وقتی تو شهر بودی تحتشو زدی، اما گفتی شیطان از قبل اونجا بوده و همه رو میکشته. متوجه نمیشم. قبل اون قضایی اونو زدم وقتی با پدرتون آشنا شدم. اون موقع آدم متفاوتی بودم. هنوزم تو رو میترسونه؟ دیگه نه مامان، الان دوستش دارم. چرا؟ چون از زندگی قدیمیته. دنیای قدیمی. یه دنیا پر از درد و ناراحتی؟ برای چی باید ازش خوشت بیاد؟ چی بگم؟ نمیدونم. وقتی همسن الانت بودم مثل تو سوال میکردم. منم مامانم رو قبول نداشتم. برای همینم رفتی؟ فکر نمیکردم دیگه برگردم، ولی فقط اینجا میتونم شما رو در امان نگه دارم. اما اگه شیطان یکی از ما رو لمس کنه و بیاد تو خونه چی؟ اون موقع چی میشه؟ اینطوری همدیگر رو میکشیم و بعد دنیا به پایان میرسه. از کجا میدونی فقط خودمونیم؟ شاید خونه ما تنها خونه نباشه که امنه. اگه بود احساس بهتری داشتی؟ خب اینطوری بقیه عمرمون تنها نبودیم. ما تنها نیستیم نولان، همدیگر رو داریم و این مهمترین چیزه. هیچ کس دیگه ای اون بیرون نیست عزیزم. تو کل دنیا فقط ماییم. روزی روزگاری یه چوببر فقیر به همراه همسرش و 2 بچه‌هاش توی جنگل زندگی می‌کردن. اسم پسرش هانسل و اسم دخترش گرتل بود. وقتی که سرزمینشون به قحطی بزرگی خورد، اون حتی نمیتونست خوراک روزانه‌شون رو مهیا کنه. اون یه شب دراز کشیده بود و فکر می‌کرد. دردسر بزرگی داشت. اون آهی کشید و به همسرش گفت: ما به کجا میرسیم؟ چطور بچه هامونو سیر کنیم وقتی خودمون چیزی برای خوردن نداریم؟ همسرش جواب داد: اینو بدون شوهر عزیزم، اول صبح ما میریم و اونا رو توی جنگل رها میکنیم، آتیش روشن میکنیم و به هر کدومشون یه تیکه نون میدیم. بعدش میریم سر کارمون و اونا رو تنها میذاریم. اونا دیگه نمیتونن خونه رو پیدا کنن و بعد از دستشون خلاص میشیم. بخش دوم. چگونه بچه هایم را سیر کنم؟ جدیده. مطمئنی؟ چشات کار میکنن دیگه. یه ماه جدیده، مگه نه مامان؟ میشه امشب بهش گوش کنی؟ One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking. He said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away beside the crystal fountain. So come with me Yeah, Mama. and go see the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, there's a land that's fair and bright, where the handouts grow on bushes and you sleep out every night, where the boxcars are empty and the sun shines every day on the birds and the bees and the cigarette trees and the lemonade springs where the bluebird sings in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains,
All the cops have wooden legs, and the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft-boiled eggs, and the farmers' trees are full of fruit, and the barns are full of hay. Oh, I'm bound to go where there ain't no snow, where the rain don't fall and the wind don't blow, in the big rock candy mountains. نولان؟ هی نولان! هنوز خوابی؟ نولان بخواب. دوباره زنگولت یادت رفت.
با شیر خیلی بهتره. آره اینطوری کمتر مزه درخت میده. ما داریم همه تلاشمون رو میکنیم. بخورین. ماما سم خدا به چوب دست بزن. بگو. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، به افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما همیشه تو رو روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست در خانه ما. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی. ماما ماما من باید برم دستشویی. ماما دور شدن تاریکی رو حس کردی؟ سم بیداری؟ نه. سم چیه؟ باید خونه رو ترک کنی. شب بخیر نولان. جدی میگم. سم چطوری میخوای بری؟ شیطان دقیقاً وقتی که تنابو از خودمون باز کنیم گیرمون میندازه. ما جنگل رو میشناسیم. اگه مراقب هم باشیم شاید یه شانس واسه فرار داشته باشیم. مامان چی؟ هر وقت یه چیزی واسه خوردن پیدا کردیم برمیگردیم پیشش. مامان میدونه چی به نفع ماست. فکر نکنم دیگه بدونه. تو دیدیش؟ اونم داره گرسنگی میکشه. اون همیشه یه راهی پیدا میکنه. برای یه بارم که شده باید کمکش کنی. با انجام ندادن حرفاش یعنی واقعا تنابو ول میکنی؟ من نمیتونم تنابو ول کنم. اما منم نمیتونم برادرم رو ول کنم. خیلی خطرناکه. شرمنده.
بچه ها این یه ابزار خیلی خاصه، یه کار خیلی فوق‌العاده میکنه. مگه چی کار میکنه؟ عکس میگیره. با این چشم کوچیک هر چیزی که ببینه رو میگیره. هدف میگیری، بعدش این دکمه رو فشار میدی و عکسای واقعی بیرون میاد. مثل این یکی. این منم، از دنیای قدیم. واقعا خودتی؟ هی مراقب باشین. اون موقع خیلی فرق داشتم. یا این یکی. اون بیرون تو ایوون گرفتمش. این مایی؟ اینم کده. آره، میتونی از هر چیزی که خواستی عکس بگیری، ولی یه عکس خوب چیزای خیلی بهتری رو نشون میده. یه لحظه خاص رو نشون میده که تو زمان قفل کرده. حتی میتونن احساسات رو نشون بدن، مثل عشق. بابا کجاست؟ اون داشت عکس میگرفت. ازش عکسی نداری؟ فقط همین عکس ها رو نگه داشتم. یکی دیگه هم اونجاست، اونم نگه داشتم. برای کی؟ دنبال لحظه درست میگردم. شاید شما یه لحظه رو پیدا کنین که یادمون بیاره برای چی زندگی میکنیم، حتی اگه کوچیک به نظر بیاد. یه لحظه هایی توی زندگی هستن که سختن، اما وقتی یادمون بیاد که برای چی تلاش میکنیم دوباره قوی میشیم. اینی که اینجاست قراره یکی از اون لحظات سخت باشه. ما زمستونای خیلی سختی و از سر گذروندیم، اما هیچ کدوم مثل این نبوده. هر چیزی تو باغ بوده از بین رفته. ریشه ها کاملا داغون شدن. حیوونا هنوز بر نگشتن. البته آب داریم، اما شاید فقط تا چند هفته جوابمونو بده، شاید 1 ماه. ولی به زودی بدنمون از کار میفته و میمیریم بچه ها. پس فقط یه راه داریم. و اونم کداست. میفهمین چی میگم؟ چی؟ میتونیم به گوشت نمک بزنیم تا قبل از اینکه فاسد بشه. 1 ماه وقت داریم. نه. میدونم دوستش داری، هممون دوستش داریم، اما داره به آخر زندگیش میرسه. چند ماهه که چیزی برامون نگرفته. میتونیم قورباغه‌های بیشتری بخوریم. اینطوری کافی نیست. من حشره و چوب و هر چیزی باشه میخورم، مشکلی ندارم. نولان. شاید اون بیرون امن باشه، بدون تناب رفته بودم. شیطان میتونست منو لمس کنه ولی چون نکرد. خودش خواست. میخواد به من شک کنی و ببین دقیقاً داری همین کارو میکنی. اگه تو اشتباه کنی چی؟ اگه هنوز دنیای اون بیرون دنیا باشه چی؟ همینه. هیچی اون بیرون نیست. باید تو خونه باشی یا خوراک شیطان. همین. نه، شیطان همینجاست. خوردن خانواده یه کار شیطانیه. اگه نتونیم چیزی بخوریم چطور میخوای به اون سگ غذا بدیم؟ میخوای بمیری؟ من نمیخوام بمیرم، اما نمیخوام مردن دوستمو ببینم. این عادلانه نیست. اون فقط از ما محافظت کرده. از ساموئل میپرسیم. اون هرچی تو بگی و قبول میکنه. خودش میتونه حرف بزنه. ساموئل،
راه دیگه ای نداریم. ازتون متنفرم، از جفتتون متنفرم، از این خونه. بیا بریم. کدا مامان اگه بخوای من میتونم انجامش بدم. نه. تو سگ خوبی هستی. خیلی ممنون که از ما مراقبت کردی. تو سگ خوبی هستی. ماما نولان این واقعی نیست. به من گوش کن. تو باید ببینی چیزی واسه ترسیدن نیست. اونم میخواد همینطور فکر کنی عزیزم. این کارو نکن. نه این کارو نکن. نولان درو باز کن. درو باز کن. نولان من دروغ گفتم. من همه چیزو بهتون نگفتم. من شیطان آوردم اینجا. شیطان واقعیه و اگه بهت دست بزنه و وارد خونه بشه مجبورم میکنه تو رو بکشم. درو باز کن. خواهش میکنم این درو باز کن. نولان باز کوچولوی بد. وقتی رو صندلیم نشسته بودی گیرت انداختم. باز کوچولوی بد. بذار یه نگاه بندازم بعد شکاری میکنم اصلا نتونی بشی. اون اینجاست. ماما داری چی کار میکنی؟ باز کوچولوی بد تو غذای من سم میریسی. باز کوچولوی بد. بهت گفته بودم مجبورت میکنم بچه‌هاتو بخری. تو هیچ وقت نمیای تو.
مامان بیدار شو. مامان بیدار شو. چیزی نیست مامان، دارم تنابا رو میبندم. چیزی نیست مامان. مامان بیدار شو. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی و افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما تو را روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. مامان خواهش میکنم، اون خونه الان ما رو داره. مامان میتونی بیدار شی؟ خواهش میکنم مامان، ما بهت نیاز داریم. خواهش میکنم مامان. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی و افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما همیشه تو را روشن نگه میداریم و پرخاش نمی کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. مامان خواهش میکنم، خواهش میکنم مامان. بخش سوم، ما به چه چیزی تبدیل می شویم؟ یکم چای درخت کاج درست کردم. گرسنگی تو یکم رفت میکنه. تو اون بیرون بودی؟ کدوم بیرون؟ دیدمت تو جنگل. به خاطر اینکه نتونستم نجاتش بدم بهم میخندیدی. به نظرم داشتی خواب میدیدی. چوبو لمس کن. دست بزن. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی و افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما همیشه تو را روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. خیلی خوب، حالا بخور. باید یکم هوای تازه بخوری.
نمیذارم بمیری. معذرت میخوام. سلام. ببخشید اگه مزاحم شدم. من داشتم پیاده روی میکردم و شنیدم یکی داره برای کمک فریاد میزنه. یا نه خودتو که نبودی؟ بودی؟ من فکر کنم گوشام بدجوری توهم زدن. اوه فکر نمی کردم کسی این بیرون باشه. اینجا خیلی تو حالت خوبه؟ اسمت چیه؟ نالان. ببخشید متوجه نشدم. نالان. نولان. سلام نولان، من کل هستم. خوشحالم میبینمت. پس خانوادت کجا؟ همین دور و برم؟ مامانم مرده. نه واقعا از شنیدنش ناراحت شدم. چطوری فوت کرد؟ برادرم مریضه، نیاز به غذا داره. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست. من یکم غذا تو کیفم دارم. میدونی نولان، من یک کامیون 5 مایل اون طرفتر از اینجا دارم و میتونم تو و برادرتو ببرم. برو آقا. آروم باش. باشه. ببین من نمیخوام به شما پسرا صدمه بزنم. نولان بهم گفت تو مریضی، درسته؟ ما احمق نیستیم. سم. من نگفتم شما احمقید. فکر کردم یکی توی درد سر افتاده. همش همین. شما مامانمو کشتی. نه پسر، ببین من مامانتو نمیشناسم. باشه؟ ببینی فقط یه اشتباه بود. واقعا معذرت میخوام. الان دیگه میرم. تکون نخور. همین الان میرم. باشه؟ من فقط میخوام اگه تو یه آروم آدم باشی. واقعی باشه چی؟ ما خوشحال بودیم. گوش کن ببین چی میگم. من برمیگردم و میرم به همون جایی که ازش اومدم و هیچ کار اضافه‌ای هم نمی‌کنم. گفتم تکون نخور. فقط یه ذره آروم باش. بذار اوضاع از این بریم. بدتر نکن.
بذار اون برسم. خواهش میکنم. دیگه تموم شد. اون رفته. کمکم کنید. کمکم کنید. نولا برو. اون گفت غذا داره. این یه حقه است. وضعیت اورژانسیتون چیه؟ کمکم کنید. کمک. آقا لطفاً جواب بدید. کمکم کنید. آقا صدای من بشنوید. میشه لطفاً بگید وضعیت اورژانسیتون چیه؟ آقا لطفاً جواب بدید. از اون مرده دزدیدمشون. اون مرد. اون یه آدم نبود. نمیخوری؟ تنابو ول کردی؟ نه. وقتی تناب بهم بس بود دست زدم. اگه شیطان بود که نمیستاش مگه نه؟ تو هنوزم یاد نگرفتی. دوباره داری گول میخوری. فقط امتحانش کن. نه. شاید اصلا شیطانی نیست. مامان بهمون دروغ گفت. ما تنها کسایی نیستیم که تو دنیا مونده. اگه فکر میکردیم اون بیرون چیزی نیست نمیخواستیم که ولش کنیم بریم. خودشو کشت تا ما رو در امان نگه داره و تو هنوزم باورش نمی‌کنی. فقط امتحانش کن. میفهمی که واقعیه. حس بهتری پیدا میکنی. قول میدم. یه زمانی 2 برادر بودن که به همدیگه اعتماد داشتن. اون دوستت داشت. عاشقت بود. منم بابت کاری که کردم متاسفم. اما ما جامون امن نیست. داریم میمیریم. حداقل دوباره میریم پیش مامان. شاید این دفعه همین برات کافی باشه. مای موویز.
سلام. کی اونجاست؟ کجا؟ سلام. مامان. سلام. من دنبال بابام میگردم. ازم خواست کنار ماشینش منتظر باشم ولی هیچ وقت بر نگشت. میشه بیاریش پایین؟ ممنون. چطوری اومدی اینجا؟ رد پاشو دنبال کردم. قدش بلنده، موهاش مشکیه، یکم هم کنارهاش توسی شده. ندیدیش؟ اون تناب چرا بهت وصله؟ تا در امان باشم. از چی؟ اون چرا قوه رو از کجا آوردی؟ اون مال بابامه. یه اشتباه بود. من نمیخواستم. از چی حرف میزنی؟ اون کجاست؟ تو چی کار کردی؟ باهاش چی کار کردی؟ فکر میکردم اون شیطانه. نه صبر کن. فکر میکردم اون شیطانه. برگرد. برگرد. بیا اینجا. اوه نه. خواهش میکنم برگرد. میدونم که اون واقعیه.
چرا تنابمو قطع کردی؟ ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی،
به افراد خوب و خالص پناه عطا کن. ما همیشه تو رو روشن نگه می‌داریم و پرخاش نمی‌کنیم. بهشت اینجاست، در خانه ما. نه این کارو نکن. نه تمومش کن. نه سم، خواهش میکنم بس کن. چی کار میکنی؟ One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking. He said, boys, I'm not turning. I'm headed for a... You can walk right out again as soon as you begin. محافظت نمیکنه. نولان بیا اینجا عزیزم، بیا اینجا، بیا. من ازت عصبانی نیستم. وقتی هم سن تو بودم همینطوری بودم. نولان بیا اینجا، میخوام دوباره بغلت کنم. بیا. پسر عزیزم، دلم خیلی برات تنگ شده. تو نیستی. من دیدم باسم چی کار کردی. تو چیزی رو دیدی که واقعا وجود داره. من فقط کمکش کردم اینو ببینه. ببین چی کار کردی. تو کل خانواده‌تو نابود کردی. من نمیخواستم. چیزی نیست دیگه، لازم نیست بترسی. تو مامان من نیستی. من بیشتر از چیزی که بود خودش هستم. من تاریکی درون اون هستم. الانم تاریکی درون تو هستم. من تاریکی هستم که توی خون توه. تنها کاری که باید بکنی اینه که بی خیال شی. نمیتونم. نه. In the big rock candy mountain, you'll never change the clock.
rock candy mountains. In the big rock candy mountains, tails are made of tin. You can walk right out again. تو اون زیر زمین هیچی برای تو نیست. چیز عجیبی دیدی؟ آره. دربارش بهمون بگو. به تولدمون تو این خونه فکر کردم و اینکه چقدر هر روز ما رو در امان نگه می‌داره و دور شدن تاریکی رو حس کردم. وقتی به یاد میاریم که چرا داریم تحمل میکنیم و برای چه کسی، اون وقتی که قوی میشیم. شیطان نمیتواند در اینجا مرا لمس کند از صبح تا شب و سال بزن. ای خانه مقدس از جنس چوب باستانی، به افراد خوب و خالص پناه عطا کن. هیچ وقت رها نکن. هیچ وقت رها نکن. ما همیشه تو را روشن نگه می‌داریم و فراموش نمی‌کنیم. بهشت اینجا. دوست دارم ماما. باید پیداش کنم. تو جات امنه. برادرم نمیتونی ولش دیگه جات کنی. امنه. نفس بکش. کجا؟ نفس عمیق. چیزی نیست. اون همینجاست. سهم من اینجا. هی سهم من اینجا. سهم ما اینجاییم. منو بیشتر دوست داره. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.
mother, till the morning beams. America has answered every mother's prayer. You won't have the heartaches they have over there. Don't worry, mother, you will not be blue. Your boy always will belong to you. He'll never be so far away that he can call each night and say, good night, mother, good night. He can call each night and say, good night.